هلو سلام برعکس سیگما، حالتون چطوره؟ سلام برعکس سیگما بوی هستم به همراه سیگما بوی پلاس که اومدیم امروز براتون یه گیم پلی خفن و گاد بذاریم. حتی خب خیلی گاد نیست ولی خب در حد این که سرگرمتون کنه. به هر حال قراره امروز در مورد کانالمون حرف بزنیم، در مورد کارهایی که قراره انجام داده بشه و کلا در مورد کانال و همینطور گیم پلی که داریم انجام میدیم. این گیم پلی عملا با سیگما بوی پلاس که دقیقا همین من بنده رفیقش هستم، همون که میگفت نوبه، ولی خب دیروز ما یه گیم پلی خواستیم ضبط کنیم و چون عملا من واسه من نشون نمیداد دوربینو، برای همین من یه گوشیم یه مشکلی داره که نمیتونه ضبط کنه. ولی خب فعلا سرتون اشکال نداره، اون گیم پلی گرفت از بتل رویال. ولی خب من چون بیشتر که داشتم نوکرم پروتر از بذار توضیحات بقیه رو من بدم. بذار بقیه توضیحات رو بدم. خلاصه که داخل این ویدیو براتون قرار کل گیم پلی های جذاب بذاریم. نه خدا وکیلی، گیم پلی جذاب واسهتون میذاریم و میتونید لذت ببرید از گیم پلی ها. سیگما بوی عزیز، اگر چیزی داری بگو به بچه ها توضیح بدهیم. چی مثلا توضیح بده؟ در مورد کارهایی که در آینده باید میخوایم بکنیم، فول گردونه ها، بتل پس ها، جوایز. عملا قراره فول گردونه رو بدیم اگه خدا انشالله که بخواد. ما قراره گردونه هایی براتون بزنیم که عملا حالا من سیگما بوی پلاس، عملا نگیدیم سیگما بوی پلاس که دقیقا همینی که الان من دارم شرح می‌زنم. الان خود من سیگما بوی هستم، این رفیقم سیگما بوی پلاس هستش. برای هم من هر وقت میگم سیگما بوی پلاس نگید داره کیو میگی، دارم همین میگم داریم با کی حرف میزنیم. من دارم با کی حرف میزنم؟ با سیگما بوی پلاس. خواستم در جریان بذارم تو قراره من سیگما بوی پلاس کلا اینطوریم که با گان لژند و میتی کوینو واقعا سازگاری عالی داریم. یعنی منو سیگما بوی پلاس هر وقت گام میتیک میگیریم، یعنی ببینید بروکن چه عرض کنم، تیم بروکن که بروکن بیاد بزنبته داخل باز. ولی خیلی خدای خیلی خوب بازی میکنه و خدمتتون عرض بکنیم برای همین وقتی داشته باشیم خیلی خوب میشه. خب بله، یه چیزی بهتون بگم. البته اینکه داخل ویدیوهامون دابل بلاخی حکم پادشاه رو داخل ویدیوها داره و از دابل بلاخی زیاد استفاده خواهد شد. صحبت دیگه نداری؟ نمیدونم والا. من بذارید بگم یه کمی. دوستان تو توضیح بده. قرار براتون کلی ویدیوهای جذاب بذاریم. برعکس یک سری ویدیوهای شورت هم با هم دیگه میذاریم که خیلی گاده. الان گیم پلی که دارید میبینید یه تیکه جلوترش اصلا یه حرکت زدم، اصلا ماچ، اصلا عشق، اصلا چطوری بهتون بگم، واقعا بعد ویدیو رو میدیدی. ای خدا. و اینکه بالاخره راهی جور کردیم که بتونیم با هم دیگه باشیم و همونطور که تو ویدیو اول بهتون گفتم از این به بعد کل ویدیوهامون با آقای سیگما بوی وجود دارد. و اینکه یک سری نقشه ها داریم برای اینکه بتونیم چیز بگیم. حالا من یه چیزی که بهتون نگفته بودم تو ویدیو اول گفته بودم اکانتمو؟ نمیدونم. چه اکانتت؟ اون اکانت قبلیم. حالا بذارید بگم. اگر گفتم که نگفتم پس بذارید بگم. دوستان این اکانتی که الان دارم لولش 51 هستش و چیز زیادی داخلش ندارم. من یه اکانت قدیمی داشتم واسه قبل از اینکه M4 بلک گولد بیاد بود، یعنی خیلی قدیمی بود. بعد اونو من به خاطر دردسر مانی اون اکانت فروختم، کثافتا تبر کردن، انش کردن. بچه راست بگه. خب بذار من یه توضیح بدم. بچه ها هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکنید تو خرید و فروش اکانتی که میخواید بگیر رو بفروشید یا اگه میخواید بخرید و اگه میخواید بخرید برید. حالا ببخشید یه لحظه دارم یه چیزی میخورم. ببخشید.
اگه میخواید اکانتی بخرید، حالا من تبلیغات نمی کنم ولی شنیدم که یه برنامه به اسم کیل هاوس همه چی داره. یعنی ببینید شما هم میتونید پول در بیاد از کالا بازی کردنتون، هم یه بخش قرار بیاد به اسم فروش اکانت. برای همین اگه میخواید اکانتی فروش کنید، بخرید یا بفروشید، به نظر من منتظر بمونید که اونجا بیاد. الان مثلا میبینید یه کانال هست توی روبیکا که مثلا 100,000 تا فالوور داره و اکانت بفروشه. کجا معلومه اون علکی باشه؟ برای هر اکانت هم بفروشه سیف نیست. میگن سیفه ولی سیف نیست. سیف معنای همون امن بودن اکانته. یعنی وقتی اکانتتون اکانتی که میخواد بهتون بده امن نباشه. حالا من خودم یه باری اکانت خریداری کرده بودم به قیمت 50,000 تومان، خیلی قبل پیش بود و حالا اون اکانتو من بلد نبودم چجوری بزنم روی، حالا به قول بعضیا بیارمش بالا. ولی خب حالا اون اکانت هی من درستایی میزدم و حالا الان که بعدا فهمیدم من درستایی اون اکانت رو میزدم. یارو میگفت نمیدونم بلد نیستم، برو از گوگل اینا یاد بگیر. بس فهمیدم دارم درست دارم. یارو مخاطب منو بلاک کرد و رفت. بعد در حد میگم که اکانت میخوای بفروشید مطمئن بفروشید، به هم بچه همسایتون بچه محلتون بفروشید که مطمئن باشه اکانتتون تو تبع بشه. واقعا من خودم تا حالا 5 بار اکانت از دست دادم. 3 تاش سر این که اکانتم گفت بوده، مهمان بوده، بلد نبودم اکانتمو بیارم بالا لینکش کنم. یکیش هم سر این بوده که تبر شده 4 تا لجند داشته. واقعا اگرم که دردسر بازار و واسطه و اینا دارید نگران نباشید، ما قراره چند ماه بعد از اینکه یه ذره پیشرفت کردیم واسهتون بازار واسطه‌ای بذاریم. خود سیگما بوی و بنده واسهتون واسطه میشیم، عشق کنید و از خریدتون کاملا راضی باشید. راستی یه چیزی که نگفتیم در مورد بازار ارز سیگما کوینه که لینکش داخل توضیحات هست. اونا رو بعدا میگیم، حالا داخل ویدیوهای بعد. حالا توی بازار خودش بازار سیگما بوی دارم توضیح میدیم، یعنی یه ویدیو کامل ازش میسازیم. در 100% راه نداره. و اینکه خلاصه من و سیگما بوی خیلی قراره با هم دیگه کار کنیم و قرار به شدت از سیگما بوی پلاس. ببینید بچه من عملا حالا بذارید که چی میگم خوششانسی برای خودم بگم، برای شما بگم. بنده کلا باورتون نمیدونم بشه نه، ولی خب با 400 تا سی پی تونستم در نصف کالا فنگار خریدم. هر چیزی که نگفتم گام میتیک بوده و حالا گانجن رو نتونستم بگیرم، ولی خب چیزی که گرفتم فوق العاده به کارم اومده. من خدای خشمتون نگید بکید، مثلا خدای انسانیت داشته باشید. یه دونه با یه سی پی کارت وان سی پی، یه دونه سی پی هم داشته بودم، رفتم گرمه فینکی لجند رو زدم. از شانس خیلی خوب من اسکینش در اومد. اسکینش هداپورت به شدت قشنگه. حالا چرا دارم اینو میگم؟ من هدفم روی اصلا گان و اینا نبوده تو اون گردونه، هدفم روی لوکاس و فولدینگ نایفش بوده، چون من به فولدینگ نایف و لوکاس یه ترکیب که واقعا گاده، یعنی ترکیبش واقعا خوب. حتما پیشنهاد میکنم اگه فولدینگ نایفی توی اکانتتون دارید، فولدینگ نایف هم یه دونه نایفه، یه جور نایفی که واقعا با گان لوکاس قشنگ همه رو جر میدید. یه پارازیت میندازم ببخشید اون صابو نزدی بی انصاف، اون صابو نزدی هنوز. صاب کن، لایک نکردی، خجالت بکش، داریم زحمت بکشیم ما اینجا، کارگر مظلوم گیر آوردی. آقا اصلا یه کاری میکنیم لایک این ویدیو به 50 تا برسه، به قرآن میگم ما یه کلن داریم، یه سری بچه هم هستن که یعنی پرروازه شدید. ما یکی از اسمش جواده، اون جواده رو میاریم من حالا سیگما بوی و جواده. ببین جواده خیلی پرو میزنه، یعنی هر چی بگم پروش کنه، ولی خب درباره من هست گنگ سیگما ها دوبل بیلا در واقع هیچه در مقابل گنگ سیگما ها گنگشون بالاست. ولی خب واقعا جویه. من باشو دیده بودم حالا یه بار قبلا،
اعضای کلنمون 5 نفر بودیم، 5 به تک زدمون. یکی از بچه‌های ما کلنمون حالا کلن کیجی هستش. حالا اگه خواستید عضویت در کلنمون داشته باشید حتما توضیحش تو کامنت آیه سیگما بود پلاس حتما میذاره براتون بله که حالا شاید شیری لینک و اینا لینک حالا توضیحات خودمون بذاریم. توضیحات این ویدیو کامل ترین توضیحات کانال قراره باشه، حتما نگاه کن. خب آقا به آخر ویدیو رسیدیم. دمتون گرم تا اینجا نگاه کردید. عضو کلنمون هم بشید. دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی. حتما لایک کنید این ویدیو رو، حتما لایک کنید. یه ساب هم بدانید، ساب به معنای هم فالو کردنه. زنگوله کانال رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم حتما خبردار بشید. آقا دیگه دیرمون شد، ما بریم. هر روزی که این کانال جون دارتر، هر روزی که کانال رو پاش باشه، این کانال فوق محتوای بهتری، فوق محتوای خوب میذاره. زبونم قاطی کرد، ولی اینو بهتون قول میدم محتوامون رفته بهتر میشه با حمایت های شما، با تلاش خودمون. لطفا لایک کنید، ما انرژی بگیم. یعنی میدونی وقتی شما لایک میکنید ما یه انرژی اصلا چجور بگم، انگار که گام تیک بدارم رایگان بمون. در این حدتون بگم اینطوری ما خیلی گیم پلی بهتر میتونیم بزنیم. اینجاست که میگن آقا ببخشید، اینجاست که میگن ویدیو از ما لایک و سابش از شما. 100%. آقا ما بریم دیگه، خداحافظی کن بریم. نوکرتونیم. مرسی تا اینجا ویدیو با ما بودیم. گود بوی و یه دونه گیم پلی خفن دیگه، حالا که این در مقابل عزیزت شما واقعا هیچه. ما بهترین محتوا رو سعی میکنیم بهتون ارائه بدیم. حالا الان درسته که یکم حالا کانال به حال اینطوری هستش رو اینا، ولی خب اشکال نداره. ما سعی میکنیم سعی خودمون رو به شدت انجام بدیم، یعنی حتی از خواب خودمون هم میزنیم که شما بتونیم بهترین محتوا رو بهتون بدیم. این قول، این خط، آقا این خط، این نشون، قول رو میدم بهتون. تمام. آقا دمتون گرم ویدیو دیدید. تا آخر ویدیو که دیدید لایک کنید، ساب بکنید و تا ویدیوی بعدی فعلا گود بوی. خداحافظ.